دجله پاشو دجله چی کار کنیم؟ به کی زنگ بزنیم؟ به کی خبر بدیم؟ به بیمارستان زنگ بزنیم؟ دجله بریز دجله از کجا میدونستم؟ کاشکی نمیگفتم. هیچ کسم نیست. حالا یکم صبر کنیم شاید به هوش بیاد. ها مادر من نمیتونم طاقت بیارم، میخوام برم بکشمش. یکم صبر کن دختر، برادر شوهرت مرده، دیوونه نشو. تو دخالت نکن مادر. بی آبرو، بی شخصیت، خجالت نمیکشی شوهر مردم غر میزنی آن؟ چی؟ دختر قدیر ازت سوء استفاده میکنه، بعدشم پرتت میکنه بیرون. من زنشم، میفهمی؟ من زنشم. تو فقط میری باهاش میخوابی. کثافت. زنش؟ آره زنش. آره عزیز دلم، نمیدونستی تو این خونه هوا اومدی؟ من حرف نزن. بهت میگم حرف نزن، به خدا تیکه تیکت میکنم. هیچکی هم نمیتونه جلوی منو بگیره، فهمیدی؟ ببین اگه عقل تو کلت داری گم شو برو از اینجا. دنبال قدیرم نباش وگرنه به خدا بهت رحم نمیکنم. فهمیدی یا نه؟ ولت میکنم، اما تو گورتو گم میکنی و میری. گم شو برو. یلا تو. دجله ای وای ویلا، چه دختر بدبختی. دجله قدیر داداشت چطوره؟ مادر خدایا چرا درد و مصیبتمون کم نمیشه؟ حالش چطوره؟ مادر یه لحظه وایست. چی؟ عمر حالش چطوره؟ مادر داداش بگو عمر خوبه. قدیر بگو عمر خوبه. داداشم از دست داد. خدا بیامرزدش. برانکاردو بیارین زود باشین. هیچ اینجا نیست. یه نفر برانکاردو بیاره. کی با لیلا کار داره؟
عمر عوضی، اگه از سر حسادت دختره رو اذیت کرده باشی دنیا رو سرت خراب میکنم. قسم میخورم خراب میکنم. خان اول در بزن کچل. ببخشید عجله دارم. عمر رو زدم. کی زده؟ کی؟ چیزی شده؟ بقای عمر شما باشه. باشه. خان دختر از خونه فرار کرده. حتما رفته خونش. 1-2 نفر بفرستیم برن اونجا. از حسن خبری هست؟ از مرز رد شده. آدمامون دنبالشن. چون قاچاقی رفتن گمشون کردن. اما الان دارن همه روستای مرزی رو زیر و رو میکنن. پیداشون میکنن و برام زنده میاره نشون. قاتلای برادرم اونان. با دستای خودم حسابشونو میرسم. با دستای خودم خفشون میکنم. کی جون پسرمو گرفت؟ مادر منو ببخش. داداشم به خاطر من مرد. به خاطر من جونشو فدا کرد. اما به خدا قسم نمیذارم قصر در برن. به خاطر اون دختره این همه سال جون پسرمو از دعوای خونبها از دشمنا حفظ کردم. این همه سال دوریشو تحمل کردم. که به خاطر یه دختر پیزوری بره بمیره. هیچ کس نباید بویی ببره. میخوام خانم آقا رو ببینم. خانم آقا نیست. باشه پس تا بیان منتظر میمونم. میشه در باز کنین؟ یه وقت دیگه بیاین، الان وقتش نیست. نه الان میخوام حرف بزنم. در باز نمی کنی نه؟ باشه پس تا بیاد اینجا منتظر میمونم. احمق. من میرم به مادر فیدا خبر بدم. خانم دکتر شما رو خدا فرستاده. دجله خیلی حالش بده. خیلی تو رو خدا بیا. خیلی میترسم. چی شده؟ بیا. دجله قش کرده. بیا اینجاست. بیاین کنار. دجله نبض شادی. عزیزم صدامو میشنوی؟ دجله چی شده عزیزم؟ داره به هوش میاد. چشماتو باز کن عزیزم. باز کن. آره آفرین. بلند شو عزیزم. بلند شو. پشو. بدو عزیزم. بلند شو. آروم. یواش.
چرا قش کردی عزیزم؟ چی شده؟ خانم دکتر، عمر مرده. Yastadır ey deli, gönül yastadır. Yastadır ey deli, gönül yastadır. Gelir diye kulaklarım sesledir. Gel yarim gel, gel civanım gel, gel. Yağmur yağar zülüflerin ıslanır. Yağmur yağar zülüflerin ıslanır. Var git duman şu yaylanın üstünden. Gel yarim gel, gel civanım gel, gel. Var git duman şu yaylanın üstünden. Gel yarim gel, gel civanım gel, gel. Duhan xelasına be xirab karite. Duhan xelasına be xirab karite. Vale nadevna çe ayekidne. Ver evinim ver, ver hoşikim ver, ver. Derdimin yeberi ne besimine. Derdimin yeberi ne besimine. Derab here duhan servis ozani. Ver
صحبت به خیر مادر من. دیگه واسه مادرت نه شب معلومه نه روز پسرم، دختر بدبختم، دختر دسته گلم. چه میشه کرد مادر؟ اقبال ما این بوده دیگه. خلیل نمیشه دخترمو پس بدن؟ ای بابا مگه میشه مادر؟ دجله دیگه ناموس اوناست. بیفتیم سر زبونا مادر؟ آتو بدیم دستشون؟ به خدا نمیذارن دخترم روی خوش ببینه. خلیل اگه بگم بد قدمه بخوان اذیتش کنن ها. نمیتونن مادر، به من اعتماد کن. یه چیزی میدونم، اگه قرار قریش از کسی عصبانی بشه باید از خان کوچیکی عصبانی بشه. به باقیش کار نداشته باش، فقط کافیه دهانم رو باز کنم. خداحافظ. قدیر، امروز میخوام هم به اهل ده هم به پهلوانیا بگم قرار دجله رو عقد کنی. آخه مادر من، مادر قشنگم، گفتی با زیلان عروسی کن کردم. دوباره به این سرنوشت محکومم نکن. اون موقع کسی تو دلم نبود قبول کردم، اما الان فرق میکنه. این دفعه نمیشه مادر. دل به اون دختره بی سر و بی پای خلیل که معلوم نیست از کجا اومده بستی. جیلان گناهی نداره مادر. قدیر، چون تو داشتی دنبال اون دختره میرفتی داداش جونشو از دست داد. نمیخوام ریختشو ببینم، نه اسمشو پیش من بیار. قدیر، با دجله عروسی میکنی. من دختر پهلوانیا رو به خاطر اینکه آشتی کنیم خون با خون قاطی بشه گرفتم. نمیتونم پسش بفرستم، نه همینطوری بذارمش تو خونه بمونه. همین که گفتم. مادر، من خیلی به دجله حسودی میکردم، اما خدا یه دردی بهش داد که به خدا دلم سوخت براش. عروس یه روزه تو این سن بیوه شد. خب هرچی قسمت باشه همون میشه. حالا دجله رو عقد قدیر خان میکنن. ببینم چی گفتی؟ امینه به خدا آخرش زبونتو میبارم، بی زبون میشی یا؟ برای چی سر من داد میزنی هان؟ مگه رسم و رسوم نیست؟ دروغ میگم؟ تو چرا جوششو میزنی؟ سرم تو کارت باشه. اینا میخوان حالا صبح تا شب سر همو بخورن. ما هم که دیگه خر بیار و باقالی بار کن. قرص تو آوردم دجله، بیا. گرسنت نیست؟ برای یه چیزی بیارم بخوری؟ اگه بخوای اینطوری ادامه بدی مریض میشی. قبل از اینکه دوستم داشته باشه رفت.
آرزو به دلم گذاشت و رفت. حالا من چطوری زنده بمونم؟ نه کسی رو میخوام، نه چیزی میخوام. زندگی منم با عمر رفت و گور بی‌ناز. مادر فیدانه، من جواب میدم. امین علیه. بدش به من. دجله، گفتم بدش به من. تو دیگه عجب آدم بی آبرویی هستی امین علی. برای چی هنوز به من زنگ میزنی؟ عصبانی نشو. گفتم زنگ بزنم تسلیت بگم. خب به هر حال فامیلی. حالا که خدا سزای کارتو نمیده من میدم. حالا میبینی من که دیگه مردم، خودمو میکشم. شنیدی؟ اما موقعی رفتن تورم با خودم میبرم، یه نامه مینویسم، همه چیو میگم. من که از جون خودم گذشتم. بدترشو سرت میارم امین علی، بدترشو. خفه شو، چرت و پرت نگو عوضی. حسابتو میرسم. حالا میبینی یا قریشا میده بکشنت یا یه کاری میکنه که تو زندان بپوسی. خان گفتین یادت میارم ناصر خان داره آزاد میشه. خوبه، پسر عمومون ارزندامی بکنه. وسط این بلبشو فقط اونو کم داشتیم. باید بریم استقبالش. جمعیت زیادیه خان، از روستاها میان. ناصر خان تو روستاها سفره پهن کرد، جشن رو انداخته. میخواد تک به تک خونه ها رو سر بزنه. فکر کرده بیاد بیرون خان میشه. آره باشه، بذارین کارشو بکنه. یاد میگیره که با سفره انداختن خان نمیشه. چشممون روشن خان. شکر خامو، شکر. خب خامو، بگو ببینم همه چی حاضره؟ اهل ده همه فردا میان استقبال خان. تو کل روستا جشن بپاس، قربونه میکشیم، سفره میندازیم، شکم فقیر فقرا سیر میشه. ببینم پسر عمو چی میگه؟ باد کرده؟ والا صداش در نیومده خان، دماغش باد داره. نه به روستایی سر میزنه نه زمین میفهمی یعنی چی. میدونی که مراسم ختم و اینام داشته. چه خوب، چه عالی. وقتی داره زیر پاش خالی میشه اون تو خواب نازه. وقتی با مخ خورد زمین بیدار میشه. خدا کمکمون کنه خان. 5 سال به زبان ساده است. 5 سال از عمرمو تو این 4 دیواری گذروندم. اینجا زود شب میشه، اما صبح انگار قرار نیست صبح بشه. آدم اینجا وقت میکنه فکر کنه، کلی بالا و پایین کنه. خامو، به خلیل فکر کردم، به زیلانم فکر کردم، به اون قدیر پدر سگ فکر کردم. دیگه لازم نیست فکر کنم. شب آخره، وقت انتقامه.
حالا اونا فکر کنن بیا مادر بیا. چی شد دختر؟ بگو ببینم. با قدیر حرف زدی؟ تونستی دوباره خودتو تو دل شوهرت جا کنی؟ آروم مادر، یواش یواش. ببین من دیگه طبق فکرای یه زن خونه‌زاد حرکت نمی کنم. گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. یا این امارت مال من میشه یا با خاک یکسان میشه. همین. یادت نره اگه به اینجا رسیدی با فکرای همین خونه‌زاد بوده. ببین دخترم، عجله کار شیطونه. اگه بخوای عجله کنی دودش تو چش خودت میره. با خاک یکسان میشه. با چی اون وقت با خاک یکسان میشه؟ با زلزله؟ لاف میزنی. مادر فردا ناصر آزاد میشه. ناصر. چی؟ وای بدبخت شدیم. اگه نصف التماسایی که به قدیر کردم به اون میکردم، به خاطر من دنیا رو زیر و رو میکرد. حتما میخواد منو ببینه. منم میرم. دختر نکنه این کارو بکنی یا مبادا این کارو بکنی. تو کار من دخالت نکن مادر. تو که به فکر من نیستی. فقط میخوای تو این خونه یه اتاق داشته باشی. اما نگران نباش، تمام اتاقای اینجا رو مال تو میکنم. بعدش هم تو هر کدوم خواستی میشی. یا میخوای زیلان داری با آتیش بازی میکنی. با آتیش. ای بابا من که سوختم. حالا نوبت اوناست. اول نفس اون دجله رو میبرم. حالا میبینی چه جوری به جون هم میافتن. بذار ناصرم تو مشت خودم بگیرم، بعد بشین تماشا کن. الو خانم دکتر، من بی‌نازم، دوست دجله. بی‌ناز. آها آره بگو میشنوم. خانم دکتر، دجله شروع کرده به گفتن خودمو میکشم. نمیدونم باید چی کار کنم. میشه بیای خودت باهاش حرف بزنی؟ ها به حرف تو گوش میکنه. بی‌ناز اصلا تو اتاق تنهاش نذارین. من که نمیتونم بیام اونجا، اما به آقا خلیل میگم که بیارتش اینجا. ولی اصلا تنهاش نذار. باشه؟ باشه خانم دکتر، قربون چشمات، تو رو خدا ولش نکن. من خیلی ترسیدم. باشه عزیزم، مراقبش باش. داداش خوبی چیه؟ بیا تو بیا. این دجله حسابی قاطی کرده. حالا که عمر مرده پاک دیوونه شده. میگه خودمو میکشم، بعد یه نامه مینویسم تو رو هم لو میدم. دختر پاک زده به چی میگی داداش؟ فاتحمون خونده؟ نه خونده نیست. دیارو فراری میدم. فایده هم داره داداش؟ نمیدونم فایده داره یا نداره حلیم، اما ناموسشون دخترشون پیش منه. یا از جون دخترشون میگذرن یا نامه رو به خیال میشن و من میشم دومدشون. اما اونایی رو که من میشناسم دلشون نمیاد با دیگر کاری بکنن. چای، قهوه، چی برات بیارم مادر فیدا؟ نه چیزی نمیخوام. اومدم دخترمو ببینم. خیلی خوب باشه. قریشا اگه اجازه بدی میخوام یکم با دخترم حرف بزنم. حرف بزن. آره حرف بزن، اما قبل از رفتن خبرم کن، منم باهات حرف دارم.
بیا عزیزم، بیا دختر قشنگم. عزیزم، اذیتت میکنن؟ به مامانت بگو، به خدا داداشت میگه اگه خواهرمو تنه کنایه میزنن خونشونو خراب میکنم. ها عزیزم. نه مامان، کسی چیزی نمیگه. بعدشم درد خودم برام بسته. عزیزم، دختر قشنگ. میگن مادر واسه دخترش تخت میذاره، بختش هم با شوهرش، اما بخت تو خیلی سیاه بود دختر من. حالت خوبه؟ نگرانت شدم. چرا جلوی در؟ بیا. ببخشید اینجا یه کمی نامرتبه. همه جا رو دنبال مادرتو حسن میگردن. به همین زودی برات خبرهای خوش میارم جیلان. قصه نخور. برای چی فرار کردی؟ داغ همه تازه بود. همه چی هم تقصیر من بود. نتونستم بمونم. تو گناهی نداری. سرنوشت دیگه. مقصر منم. باید تو آدنا سرشو میبریدم. سرتو پایین ننداز جیلان. باور کن دیدن تو، حرف زدن با تو غممو کم میکنه. میتونم حداقل یه خورده شاد باشم و بخندم. چای، قهوه، چیزی میخوری؟ نه، زحمت نکش. دارم میرم. جیلان، هر مشکلی داشتی به من بگو. اصلا بیا تو هتل بمون. اینجا راحتی؟ راحتم، خیلی ممنون. بیشتر از این بارم رو دوشتون نذارم. چه باری جیلان؟ برعکس، هر باریم که داشته باشم کنار تو فراموش میکنم. هر وقت خواستی برگرد سر کارت. تو هتل بهت احتیاج داریم. فکر کنم منم از اینجا برم. کجا؟ مامانم گفته بود برو استانبول پیش خالت. همینطوری نرو استانبول جیلان. اینجا واسه خودت نظم و ترتیبی داری. مامانم نباشه من اینجا کسی ها ندارم. من که هستم.
بابت همه چیز ازت ممنونه. یواش دخترم. یا کجا میری فیدان؟ گفتم که باهات حرف دارم. بگو قریشا، هرچی میخوای بگی بگو. فیدان، رسم و رسوممونو که میدونی. دجله عقد قدیر میشه. من باید با خلیل حرف بزنم. میخوای چه حرفی بزنی فیدان؟ دجله امانت عمرمه، زن خان. ناموس باید تو خانواده باشه، نمیدونی؟ والا دروغ چرا قریشا؟ این همه سال دعا کردم که تو هم مثل من داغ اولاد ببینی، اما از کجا میدونستم دعاهم قبول میشه؟ اما بخت دخترم اینجوری سیاه میشه. الو چطوری دیارم؟ چطور باشم؟ اصلا خوب نیست، خیلی بدم. خوشگل من، دوست دارم کنارت باشم، دلداریت بدم، اما روی ماهتو نمیبینم که. ببین، میدونی چند روز ندیدمت، خیلی وقت ندیدمت. حداقل 1-2 دقیقه روی ماهتو به هم نشون بده. امکان نداره، نمیتونم از خونه بیام بیرون، اصلا حال ندارم. امین علی، خیلی حالم بده. من یه فکری دارم دیارم. من میام سمت خونتون، تو هم به بهونه خریدی چیزی از خونه بزن بیرون. یه بار روی گلتو ببینم واسه من بس دیار. نه نمیشه، غیر ممکنه، مامانم خونه است، نمیتونم. خب پس فردا دیار جون، فردا بیا یه چند دقیقه کوچه بغلی ببینمت. من هنوز نتونستم به عشقم دلداری بدم، نتونستم بهش تسلیت بگم دیارم. نمیدونم، فردا حرف میزنیم باشه، دیگه باید قطع کنم، بعداً حرف میزنیم. خداحافظ. الو نمیتونی همینطوری ولش کنی امین علی، نمیتونی ولش کنی. این دختر ضمانت توه، دیر میشه، فردا باید فراریش بدم. چاره دیگه نداری، چاره دیگه نداری.